جمهوری اسلامی نظامی است الهی بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدالت و حاکمیت او، ایمان به وحی و نقش آن در تأسیس قوانین، ایمان به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، ایمان به امامت و رهبری مستمر در جامعه بشری. مسلمان عاشق است، عاشق خدا، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است. ای دانشجویان پیشتاز و پیشگام، ای فرهنگیان، ای دانش آموزان، ای تحصیل کرده ها، ای پیشوران، ای کارگران، ای کشاورزان، ای توده ارتش و شهربانی و ژاندارمری، ای پاسداران عزیز سپاه پاسداران انقلاب، دلاتون رو قرص نگه دارید، قوی دل باشید. توده ملت ما راه خود را به روشنی انتخاب کرده.